به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی از دکتر چمران شروع میکنیم. البته 3 روایت از دکتر مصطفی چمران هستش که آقای امیرحسین انبارداران در طی 3 مصاحبه این کتابچه کوچک رو نوشتن و در سال 1382 نشر مجنون این کتاب رو چاپ کرده. گفتگو با مادر شهید مصطفی چمران هستش، گفتگو با عادل عون و گفتگو با تیمسار خلبان محمد کریم عابدی که ما مصاحبه آقای عابدی رو اینجا برای شما میخوایم بخونیم. خب با من همراه باشین تا کتاب رو شروع کنیم. در برابر مردی نشستیم که چمرانشناس واقعی بود. امیر خلبان سرتیر دوم محمد کریم عابدی از جمله کسانی است که چمران را با گوشت و خون خود عجین دارد. این خلبان عزیز ما گنجینه‌ای گرانقدر از قضایای انقلاب و دفاع مقدس است و سرشار از دانسته‌ها و اطلاعاتی از خاطرات و مخاطرات توطئه‌هایی که از سوی دشمنان به کشورمان تحمیل شده است. ما بیشتر از چمران پرسیدیم و الحق که امیر عابدی به خوبی ابعاد شخصیتی این بزرگ مرد را شکافت و عرضه کرد. گفتن از عابدی و انس و الفت او با چمران بسیار زیباست، اما چون او خود نخواست خاموش می‌مانیم. فقط همین را بدانید که او برای چمران عزیز مثل برادر بوده است. اسنادش موجود است. نخستین دیدار با بزرگان روزگار همیشه زیباست. مایلیم برای شروع ماجرای اولین دیدارتان را با شهید عزیز چمران بشنویم. من روز 28 مرداد 58 چمران عزیز را برای اولین بار زیارت کردم. روز قبل آن فرمان تاریخی حضرت امام مبنی بر شکستن محاصره پاوه صادر شده بود. فردای فرمان امام بنده اولین هلیکوپتر را در پاوه به زمین نشاندم. مرحوم سرهنگ همایونفر هم با من بود. آنجا بود که چمران را دیدم و ایشان با شدت و علاقه قلبی مرا به آغوش کشید. عجیب بود که حس می کردم سالهاست ایشان را می شناسم. همان موقع خیلی صمیمی شدیم. همان موقع در جلسه خصوصی که با ایشان داشتم عرض کردم که فرمانده عملیات هوایی کل این منطقه من هستم. شما هر امری که دارید در خدمتم. حتی خدمتشان عرض کردم که اگر برای حضرت امام در قم پیامی دارید می توانیم با دستگاه‌های ما پیام را مخابره کنیم. سال بعد آن هنگام ایشان در چه سمتی فعالیت می‌کردند؟ شهید عزیز چمران در آن موقع معاونت دولت موقت در امور انقلاب را بر عهده داشتند. ایشان حرف مرا شنید و فرمود خیالم راحت شد. شما مسئولیت عملیات هوایی را به عهده دارید و بنده هم عملیات روی زمین را هدایت می‌کنم. من در خدمت شما هستم. عرض کردم نه، من در خدمت شما هستم. آن سلسله عملیات حدود 15 روز طول کشید و کردستان تا محور سردش آزاد شد و توانستیم با مرحوم ظهیرنژاد که در ارومیه بودند از طریق پیرانشهر دست بدهیم. بعد هم که دولت موقت وارد منطقه شد و ضد انقلاب هم در تهران آتش آفرینی کرد و قضا علیها. آیا دولت موقت مداخله کرد؟ اون موقع شما هنوز در کردستان بودید؟ نه، احضار شدیم به تهران چون قرار بود هیئت حسن نیت وارد عمل شود. آقای ابراهیم یزدی و داریوش فروهر و بله، اجازه بدهید. آمدیم تهران، نزدیک محل اقامت ایشان بودیم. عقب ماشینشان نشسته بودم و ایشان خیلی ناراحت بود. گفت به ما گفتن چون هیئت حسن نیت به منطقه می رود شما نروید. گفتم این هیئت شامل چه کسانی است؟ گفت 3 نفرند. دکتر یزدی، فروهر و سومی را نگفت. گفتم نفر سوم؟ گفت منم. من هم خیلی رک و قاطع گفتم دکتر اگر شما با اینها برویم ما دیگر با هم دوست نیستیم. دکتر گفت من خودم هرچه اصرار کردم که نپذیرم قبول نکردن. گفتن شما به ایشان بگویید اگر میخواهید دوستان مرا از من بگیرید بیایم. گفتم بگویید ما اصلا این هیئت را قبول نداریم. ما معتقدیم مسائل کردستان
در دست ماست، چون جامعه شناسی مردم منطقه را می‌دانیم و مدتی است که در رفت و آمد هستیم. این هیئت می‌خواهد برود چه کند جز اینکه کار را خرابتر کند. این حرفها را که من گفتم چمران با کمال خضوع از همراهی این هیئت سرباز زد و استعفا داد که به جای ایشان کس دیگری منصوب شد و افتضاحشان را هم می‌دانید. سوال بعد: با توجه به انس و الفت شما با چمران عزیز، اگر مایل باشید گفتگو را با محوریت ایشان ادامه بدهیم. چمران را از هر زاویه‌ای که بهتر می‌شناسید برای ما معرفی کنید. بد نیست که چمران را با توجه به ابعاد شخصیتیش معرفی کنیم که قلب رئوف و صمیمی مردم عزیزمان بیش از پیش با این بزرگمرد عرصه رز پیوند بخورد. در بحث شخصیتی چمران ابتدا باید به خودشناسی ایشان بپردازیم. چمران خیلی خوب و صریح خودش را شناخته بود. عرفان چمران در خودشناسیش او را در حد اعلای خداشناسی قرار داده بود، به گونه‌ای که این مهم از دوران طفولیت او به وضوح دیده شده است. چمران در دوره دانش آموزی و دانشجویی آنچنان عارفی شده است که اگر من خاطراتی از این دست را که خود ایشان برای من گفتند بیان کنم شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید، اما حقا روح بزرگ او را من در دوران دبستان دیده‌ام، آن هم با توجه به خاطراتی که خودش گفته است. این مرد روح بزرگی دارد و تا آمریکا هم که می رود این روح بزرگ متجلی می شود. اولین گامی که ایشان در بحث خودشناسی و خداشناسی برمی‌دارد این است که اصول دین را با تمام وجود لمس می‌کند. توحید را می‌فهمد. همه مشکلات ما در همین گام اول است که در بحث توحید محکم گام بر نمی‌داریم. چمران اصول دین و فروع دین را و توحید را با تمام وجود لمس می‌کرد و در وجودش موج می‌زد. پس می‌توان گفت که چنین انسانی تکامل یافته است و متزلزل نیست و از هیچ چیز نمی‌ترسد. آنچه را که فقط می‌بیند خداست. هر حرکتی را در خدا می‌بیند. او رب الارباب را پیدا کرده بود. سال بعد: شما مسیری را که دکتر را به این درجه از عرفان رسیده است بررسی کرده اید؟ بله، مسیر ایشان ابتدا با عنایت خداست، اما بخش دیگرش که با خود انسان است را توضیح می‌دهم. هر نفسی در ضرر و زیان است مگر آنکه خدا به او رحم کند. ما این پیام آسمانی را داریم. این رحم کردن موقعی است که ما بفهمیم که ما در خسران هستیم، الا اینکه خداوند ما را در سود قرار بدهد. سود را ما باید به خودش واگذار کنیم که توکل است. چمران به هیچ چیزی غیر از خدا وابسته نبود. در بند اسما و اسوا نبود. اهل چاپلوسی و بله قربان و اینها نبود. سال بعد: از آن خاطراتی که چمران از کودکی خودش گفته و شما پی به روح عرفانی او برده اید نقل کنید. میگویم اما تا زنده هستم این خاطرات را منتشر نکنید. برای پس از حیات دنیوی من منتشر کنید. چمران میگفت در کودکیم که 3 نقطه و اینجا سخنان آقای عابدی منتشر نشده به خاطر که خودشون اینجوری خواستن. چمران در هنگام مسئولیت خود در وزارت دفاع کودکی خودش را همواره به یاد داشت. من از خاطرات کودکی چمران به عمق عرفان او پی بردم. خب برگردیم به بحث قبلی. می گفتم که او رب الارباب را شناخته بود و همه چیز را از او می گرفت و هیچ زمانی کسی را به جز خدای خود به عنوان مولای خود نگرفته بود. اگر به بندگان تکامل یافته خدا عشق می ورزید برای خاطر خدا به آنها که محبوب خدا بودند عشق می ورزید. اگر امام موسی صدر را دوست داشت و مثل شعله برای او می سوخت حکایت مولانا و شمس است، اما امام موسی صدر را یک بنده خدا می داند. این رسالتی است که انبیا به خاطر آن قیام کردند که انسانها را و هر فردی را خودش را بسازند. اگر ولایت و امامت را آوردند و اگر نبی گرامی کتاب و عفت را برای ما می‌گذارد برای این نیست که ما فقط به آنها عشق بورزیم. باید به اینها عشق بورزیم اما به خاطر خدا عشق بورزیم. عشق به علی علیه السلام زمانی شعله‌ور می‌شود که برای خدا باشد که می‌دانیم که اگر عشق به علی علیه السلام برای خود علی باشد گمراهی است. این را چمران لمس کرده است. عدل خدا را با تمام جانش لمس کرده بود و نصب العین خود قرار داده بود. یقین داشت که این دنیا موقت است و همین خاطر همیشه عاشق شهادت بود و به زخارف دنیا و مقام و علم و تکنولوژی دنیا عشق نمی‌ورزید.
هیچ کدام اینها نتوانسته بود او را جذب کند. ما دیگر از دانشگاه برکلی آمریکا و مؤسسات تحقیقاتی آن از لحاظ علمی جایی را بالاتر نداریم، اما همانها هم نتوانستند او را جذب کنند. مقامها نتوانستند چمران را فتح کنند و او بود که همه قلل را فتح می‌کرد. تمام قلل علمی شرق و غرب عالم را فتح کرد و تا عالی‌ترین درجات پیش رفت. ما باید این نکته را بشکافیم که چرا چمران بالاترین درجات دانشگاهی در امریکا را رها می‌کند. اینها روح عرفانی او را نشان می‌دهد. چمران به امامت و ولایت امیرالمؤمنین ولی الله الاعظم و جانشینانش تا بقیت الله الاعظم با تمام وجود باور دارد و اسم مولا که به میان می‌آمد اشک در چشمان او حلقه می‌زد. چرا؟ چون می‌دانست علی و اولاد او با چه مظلومیتی سوختند و به شهادت رسیدند تا من و شما بعد از 1000 و چند صد سال بتوانیم آدم باشیم و تکامل بیابیم. چمران این را می‌فهمید و می‌دانست چه کند. او یک انسانشناس و جامعه شناس کامل بود و همین دلیل هر چیزی را در جای خودش می‌دید. سال بعدی به قول اخوی گرامیشان آقای مهندس مهدی چمران دکتر جمیع الازداد بود. احسن، یاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام صیقل جان او بود. او در همه جا به مولا عشق می‌ورزید و زنده می‌شد. وقتی کسی علی را الگو قرار می‌دهد دیگر دردی ندارد. همه‌اش عشق است و شور است و صفاست. او جزء منتظران حقیقی آقا امام زمان عجل الله بود. یعنی احساس می‌کرد که باید همواره منتظر آن ناجی بزرگ باشد. چمران اعتقاد داشت که ما باید به تکلیف عمل کنیم. فقط میگفت ما از تکلیف نباید خارج شویم و برای خودمان حق نداریم مسائلی را تعریف کنیم، مثل کارهایی که گروه‌های منحرف می‌کردند. مؤمن باید همیشه از افراط و تفرید دوری کند و چمران هم عملاً این رویه را در پیش گرفته بود. این وضعیت در سیمای او مشهود بود. هیچ وقت نمی‌خواست خودش را مطرح کند. خودش را عددی نمی‌دانست و به همین دلیل تمامی دوستانی هم که در کنارش بودند هیچ کدام خود را عددی نمی‌دانستند. ما خودمان را سربازان کوچک و ضعیفی می‌دانستیم که خداوند عنایتی را نصیبمان کرده بود. عرض می‌کنم مطیع مولا بود. می‌دانست که رهبری جامعه شیعه که ولایت است باید تقدس و جایگاه ویژه خود را داشته باشد. در زمانی که لبنان است بسیار زیاد به امام موسی صدر عشق می‌ورزد و از محضر او استفاده می‌کند. زمانی که ایشان در دسترس نیست در زمان دانشجویی خود پای درس آیت الله طالقانی رحل می‌افکند در مسجد هدایت. در محضر استاد شهید آیت الله مطهری بحث فلسفه و منطق را تلمذ می‌کند. اینها مصادیقی از دیدگاه ولایی اوست. استاد مطهری کسی است که امام او را فرزند خود می‌دانست. آیت الله طالقانی ابوذر زمان نام می‌گیرد. سال بعد جالب اینجاست که این بزرگان بعدها شناخته می‌شوند، در حالی که دکتر چمران قبل از معرفی و اشتهار این بزرگان از ایشان بهره می‌برد. بله، این گوهرشناسی ایشان را نشان می‌دهد. چمران گوهرشناس بود. شما وقتی گوهرشناس شدی شکارت صحیح است و بیراهه نمی‌روی. مقصد را گم نمی‌کنی. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید خداوند مراقب مؤمنان است و ایشان را هدایت می‌کند. چمران منتظر شهادت بود و فدایی آقا امام زمان بود. همه جوانهای ما باید این گونه باشند. اخلاق عملی یعنی این، چون و چرا هم ندارد. اگر بخواهیم که یک معامله دنیایی انجام بدهیم، مثلا برویم یک لباس بخریم، با چند نفر از افراد اهل فن و آشنا به آن متاع مشورت می‌کنی، بعد هم می‌روی با بهترین شرایط آن متاع را تهیه می‌کنی. پس ما در هر کاری باید با اهل خودش مشورت کنیم. این را همه جوانهای ما می‌دانند. شهید چمران یاد گرفته بود که باید زندگی بزرگان را مطالعه کند و الگوی خودش را مشخص کند. او آیت الله طالقانی و استاد مطهری را الگو قرار می‌دهد و بعد امام موسی صدر را و غیر از اینها دیگر کسی نیست. زندگی بزرگان تاریخ را مطالعه می‌کند. زندگی و اندیشه حضرت حمزه سیدالشهرا را مطالعه می‌کند. جناب مالک اشتر را می‌فهمد. خطبه مولا به مالک اشتر را الگو قرار می‌دهد. زهد اباذر غفاری را مد نظر می‌گیرد. تقوا و عشق به رسالت سلمان فارسی را درک می‌کند.
چمران اینها را لمس می‌کند. زندگی ائمه هدی در وجودش موج می‌زند. عشقی که او به امام حسین علیه السلام و صحرای کربلا نشان می‌دهد دیدنی است. جوانهای ما کافی است همین عبارت را بفهمند. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی هر روز عاشوراست و کل عالم کون و مکان کربلا. الان کربلا در واشنگتن هم هست. ما باید عاشورا را پیدا کنیم و افراد اهلش را. صحرای کربلا در همه جا هست. سوال بعد: اصلا همین شناخت چمران و معرفی او به جوانهای ما امروز کربلا و عاشوراست. احسن، جوانهای ما باید حقایق دین را لمس کنند مثل چمران و در اصول محکم بشوند و در فروع تولی و تبری داشته باشند. یعنی مثل چمران عمل کنیم. هر چرا که برای خداست دوست داشته باشیم. او اگر بنده حقیر را به عنوان یک دوست میپذیرد، این عظمت روح او را میرساند. میگویند مؤمن باید محبت خود را ابراز کند. آن کسی که گفتار و کردارش یکی دین خدا را ادا کرده. این کلام مربوط به شیخ رجب علی خیاط است. یا میفرماید از پیش خود هیچ مگوی و از غیر خدا هیچ مخواه. اینها خصوصیات چمران است که عملاً در وی می‌بینیم. خصوصیاتی که عارف بزرگ شیخ رجب علی خیاط بیان داشته است. گوهرشناسی و انسانشناسی و جامعه شناسی یکی از آن ابعاد بزرگ عرفاست که وقتی آن نور در قلب مؤمن گذاشته می شود، این عشق و صمیمیت خداست که در قلب مؤمن رسوخ می کند. لذا هر کسی نمی‌داند مؤمن باشد و عارف. آیه 22 سوره زمر می‌فرماید: آیا آن کس را که خدا برای اسلام شرح صدر یا فکر روشن عطا فرموده که او به نور الهی روشن می‌شود، آیا چنین کسی با مردم تاریک و کافر یکسان است؟ نیست. پس وقتی آن نور آمد در دل مؤمن قرار گرفت، آن مؤمن خودش نورهای دیگر را پیدا می‌کند. اینهایی که لنگ میزنند و بیشتر شعار میدهند همه در قدم اول اشکال دارند، همان توحید. پس عرفان و معرفت این است که رب الارباب را بشناسیم. مثل چمران ما یک ارباب بیشتر نداریم و آن هم خداست. همه ائمه و بزرگان ما چون نوری از آن رب الارباب را دارند، باعث عشق ورزی ما میشوند. شهید چمران مقاوم بود و قوی. قرآن انسانهای مقاوم میسازد. در توحیدش و در عرفانش قوی بود. سوس عنصر نبود. عضو حزب باد و این چیزها نبود. جوانهای ما اگر میخواهند مثل چمران باشند، باید اینطور باشند. بروند سراغ قرآن و مقاوم بشوند. آن موقع است که آدمی مثل چمران میگوید خدا مرا کافی است. قل حسبی الله. چمران میگوید خدا مرا بس است. همان جمله معروف او را در نظر بگیرید. خدا بود و دیگر هیچ نبود. وقتی خدا باشد علی را داریم. اما اگر همان قدم اول را نفهمیم و خدا را نداشته باشیم، بقیه امورمان هم لنگ است. وقتی اینطور شد، همه توکلمان به خدا می شود. هرچه پیش بیاید زیباست، چون خدا خواسته. یادم هست که در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری وقتی از چمران کسب تکلیف کردیم که به چه کسی رأی بدهیم، چون وضعیت بنی صدر که مشخص بود و اون مد نظر امثال دکتر چمران نبود، ما در مورد شخص دیگری از ایشان پرسیدیم که دکتر چمران گفت این آدم خیلی خطرناک است، چون 6 ماه در زندان بغداد بوده. این در حالی است که هنوز جنگ شروع نشده بود. در مورد بنی صدر هم تاکید کرد که اصلا او مهره آن طرفی هاست. بیشتر پرسیدیم. نام آقای حبیبی را برد. گفت می شود به ایشان رأی داد. اینها را گفتم که شما با ضمیر ذهن ایشان آشنا شوید. از همانجا آمدم بیرون، رفتم سراغ حضرت. به آقا عرض کردم فلان کاندیدا اینطوری است و خطرناک است و ایشان فرمودند جدی میگویی؟ عرض کردم بله، بررسی کنید. همان مسائلی را که من از چمران شنیده بودم و برایشان گفته بودم بررسی کردند و عصر همان روز بود که در مورد آن کاندیدا اقداماتی صورت گرفت. این می شود ولایت و گوهرشناسی چمران. حالا چرا چمران خودش مستقیما نگفت و در برابر سوال من آن افشاگری را کرد؟ این عرفان است. اگر من سوال نمی کردم چمران هیچ وقت آن شخص را افشا نمی کرد. پس عرفان چمران بود که این گونه عنایات را می آفرید و در جنگ های نامنظم در کنار چمران قرار می گیرم و روزگاری را با هم می گذرانیم که باز هم عرض می کنم این گوهرشناسی و تولی و تبری چمران بود که او را وادار می کند همه چیز را برای خدا دوست داشته باشد و برای خدا ترک کند.
چمران در بعد عبودیت عبد صالح است. در نماز که بود با عبادتش عشقش را به رب الارباب نشان میداد. یک بار شنیدم ایشان در مسجد الجواد سخنرانی دارد. رفتم. بعد از نماز تعداد انگشت شماری از حضار بودند، اما چمران همان حرفهایی را گفت که ویژه مجامع پرجمعیت بود. بعد پرسیدم چرا؟ چمران گفت ما اگر یک نفر را هم بسازیم یک نفر است. اینجاست که عمل او که برای خداست مشخص می شود. دنبال اباحت داشتن نبود. دوست و دشمن را خوب می شناخت. جامعه شناس بود. این حرف را که از کلام بزرگان است به خوبی در وجود چمران می دیدن. تلاش کنید شما جامعه را بسیار خوب و عمیق بشناسید قبل از آن که جامعه شما را بشناسد. این جامعه شناسی اسلامی است. چمران مصداق این عبارت بود، یعنی قبل از اینکه مردم بشناسند که چمران کیست، او مردم را شناخته بود و به ایشان عشق می‌ورزید. می‌فهمید که باید خودش را وقف مردم کند. عبادتش را در خدمت به مردم می‌دانست. مثل آقایانی که می‌روند خرج‌های آنچنانی می‌کنند تا رأی بیاورند و مردم را گول بزنند نبود. چمران دشمنان اصلی اسلام را در سطح صغیر و کبیر شناخته بود. کبیرش را شناخته بود که صهیونیسم جهانی بر امریکا حاکم است و انگلیس نطفه صهیونیسم را کاشته و لذا آمریکا را ترک می‌کند و می‌آید به مصر و دوره چریکی می‌بیند. فکر کنید چرا یک دکترای الکترونیک فیزیک پلاسما می‌رود در مصر دوره چریکی می‌بیند و می‌رود لبنان در کنار امام موسی صدر قرار می‌گیرد و با اسرائیل مبارزه می‌کند و روحیه رزمندگی را در شیطان تقویت می‌کند. چمران کمتر گول دغل‌بازها را می‌خورد، چاپلوس‌ها را دور خودش راه نمی‌داد. بارها دیده بودم اگر کسی می‌آمد از او تعریف کند، چمران طردش می‌کرد. این خیلی مهم است. می‌فهمید که آن تعریف‌ها مکر شیطان است. یادم هست که یک بار خانواده شهیدی آمده بودند نزد ایشان. این را هم بگویم که وقتی این گونه عزیزان می‌آمدند، مسئله وقت و قرار ملاقات و اینها مطرح نبود. چمران منقلب شده بود. فرزند شهید را می‌بویید و می‌بوسید. بعد هم پس از لطف و مرحمت فراوان کار آنها را حل کرد. حس می‌کرد آن شهید را می‌بیند. الان کدام یک از ما اینطوری هستیم؟ اگر اینطوری بودیم خانواده شهدا و بچه‌های جانبازمان این همه غریب نبودند؟ بعد دیگر، بعد دفاع و جهاد چمران است. ما الگوی بهتری از چمران سراغ نداریم که به جوانانمان ارائه بدهیم که انسانی با چنین درجه علمی به همه چیز پشت پا میزند و روانه جبهه جنگ با کفار می شود. اینها بعد عشق است. او میداند که خون چمران صدها چمران دیگر را می سازد. چمران در بعد دفاع به فرمان مولایش عمل کرد. اخلاص و اخلاق و عشق چمران هم که زبان زد خاص و عام است. هر کسی که چمران را دیده بود در اخلاق عملی وی تمامی این خصیصه ها را میدید. چمران مثل آینه بود. نه کم میگفت و نه زیاد. به شایسته سالاری اهمیت میداد. یعنی همان موزلی که امروز جامعه ما با آن درگیر است. میگفت نگذارید انقلاب به دست نامحرمان بیفتد. آقایان شایسته سالی نکردند. اگر میآمدند شایسته سالاری میکردند امروز خادمین واقعی ملت بر سر کار بودند. این را باید جوانهای ما بدانند. چمران اینگونه شایسته سالاری میکرد و میگفت مرد را باید در عمل او کشف کرد. او شهید عزیز سرهنگ رستمی را اینگونه کشف کرد. در عملیاتی که طراحی آن با بنده بود در آلباتان، چمران سرهنگ رستمی را کشید بالا و آورد داخل هلیکوپتر. چون فرصت برای نشستن نداشتیم، سرهنگ رستمی رو به چمران گفت آقای دکتر، بیسیم چی جا مانده؟ اجازه بدهید او را بیاورم. شهید رستمی رفت که او را پیدا کند. با هم روی کوه‌ها دور می‌زدیم. چند دقیقه بعد آمدیم. سرهنگ رستمی بیسیمچی را که تیر خورده بود پیدا کرد و آورد و در حالی که او را به دوش کشیده بود فرستاد بالا و بعد خودش آمد. چمران همان شب به من گفت عزیز، که کلام دکتر همین کلمه عزیز بود. این کی بود؟ گفتم این صدفان. آن موقع رستمی صدفان بود. دربانه به من گفت من خیلی از چمران خوشم میاد و میخواهم با او باشم. چمران تاکید کرد نگهش دار. کسی که اینگونه فرماندهی میکند و میرود سربازش را که تیر خورده پیدا میکند و میآورد مرد عمل است. و بعد از چند ماه میبینیم که این آدم شایسته را میگذارد فرمانده سردش و اینگونه میشود که سرهنگ رستمی این فرزند معروف آشخانه کشف میشود. مورد دیگر اینکه شهید صیاد شیرازی را کشف میکند. صیاد هم در سخنان خود گفته که چمران را کشف کرده. چه وقت؟ 19 مهر 1358
و در اولین ملاقات این دو بزرگوار با یکدیگر که بنده هم آنجا حضور داشتم. نکته بعدی این که چمران هنر دارد. خطش، نقاشیش، ادبیاتش، بیانش، تلاش و حرکتش، نگاهش، دوستی و صمیمیتی که دارد همش بوی خدایی دارد. شجاعت و دلیریش هم همینطور است. آنقدر تواضع دارد که در کتاب معروف خدا بود و دیگر هیچ نبود میآید مینویسد من توبه میکنم الله اکبر. چمران به غذا و لباس و استراحت و این قبیل امور اصلا فکر نمیکرد. یک شب به ساعتم نگاه کردم، دیدم 2 ساعت و نیم از نیمه شب گذشته. به دکتر گفتم الان که 2 ساعت و نیم از نیمه شب گذشته، من فکر میکردم 2 ساعت و نیم از ظهر گذشته. حقا اینطوری بودیم. و جالبتر این که دکتر جواب داد من اصلا فکر نکردم، ما امروزه به چنین مدیرانی نیاز داریم. یکی دو بار از ایشان پرسیدم شما اصلا نمیخوابی، خسته نمیشوی؟ یک رمزی را به من آموخت و گفت من اینطور میروم که احساس خستگی نمیکنم. عجیب بر روح خود مسلط بود. روح و جسمش یکی بود. رقیق القلب بود، همیشه بانشاد بود و خستگی را نمیپذیرفت. در برابر تهمت و ناروا به قدری سختی میکشید که حد نداشت. یادم هست که یک بار نماینده آقای منتظری رفته بود در مهاباد سخنرانی کرده بود و هرچه توانسته بود از چمران بد گفته بود که چمران آمریکایی است و آمده که کشتار تل زعتر در اینجا تکرار کند و چرا این را به وزارت دفاع منصوب کردند که در روزنامه‌های آن زمان باید موجود باشد. چمران زنگ زد و گفت بیا. رفتم دفترش، با یک مظلومیتی گفت عزیز من اینم. من بلادرن زنگ زدم دفتر آقای منتظری و ماجرا را گفتم و تاکید کردم که اگر حرفهای آن نماینده ایشان مورد تایید نیست گفته‌هایش را تکذیب کنند، که بعد از 1-2 روز تکذیبیه را دادند، اما دیگر ارزشی نداشت چرا که دیگر کار از کار گذشته بود. این نماینده چه کسی بود؟ یک روحانی بود. بروید روزنامه‌های سال 58 را ببینید، متوجه می‌شوید. او مصداق روشنفکر ناب اسلامی بود. چمران روشنفکری و اسلام ناب را در یک جان دارد و جوانان ما باید بروند دنبال این که این رمز را بفهمند. چمران این 2 خصیصه را با هم دارد. چمران در جهان هستی اربابی به جز خدا نمی‌شناخت، در وجودش فقط خدا بود و دیگر هیچ نبود. اوج عرفان محبت است، محبت به خلق خدا، و چمران این را دارا بود. به نظر من اگر قرار باشد ما یک روزی حق چمران را ادا کنیم، باید چمران را در مبارزه‌اش با گروه‌های چپ و راست و غرب مطالعه کنیم. دوران کودکی و دانش آموزیش را در آموزش‌های چریکی‌اش در ارتباط با ارتش که بسیاری از ارتشی‌ها به او عشق می‌ورزند. و اما چون ما به پایان وقتمون رسیدیم، فقط چند نکته پایانی این کتاب رو براتون میخونم. ما تا به شناخت راه خدا پی نبریم امکان ندارد که راه دوستان خدا را بشناسیم. اگر بتوانیم همان بحث‌های آزاد را بیاندازیم و بزرگانی مثل چمران را در این گونه بحث‌ها به جوانان بشناسانیم کار بزرگی کردیم. من خودم چندی پیش به تنها پسرم میگفتم که شما بیایید به همراه دوستانتان در جلساتتان شاخه جوانان بنیاد شهید چمران را بنا بگذارید و از دانشجویان خوش‌ذوق بهره ببرید و آنجاست که چیزهایی نصیبتان می‌شود و آن یافته‌ها را که از میان نشست‌های به دست آمده نشر بدهید. و اینجا آقای عابدی خداحافظی می‌کنن و امیدوارم که همین تیکه از شناختی از چمران به همه ما داده باشه. امیدوارم خوشتون باشه و تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.